الو السلام علیکم. های مادر دست بفرمایید. سازنکو خوبه. میشه خدا را شکرش. ماه شریف رمضان همتون در مبارک شوه برادرها. تشکر. ما های حکومت تاجیکستان طلب میکنم که اکا ایزد امونا آزاد کنن. او آدم بگناه های. او آدمی که قطعی فرزنداش خچالا و سربودنی است. او شما قضیت عزیزت هم گذشتگی است. ایرا چی کار کنید؟ او اکو حکومت تاجیکستان اکو یا شرمنده شدگی های. برای چی در تاجیکستان هم میمونه اینترنت ها شروع کار کنه که آدم ها نفهمن. نه که ما هممون در نمیجایم اون نوارایی که ما تماشا میکنیم همه اوارا ما به تاجیکستان به مادرامون روان میکنیم. همه شما میفهمون. تشکر زیاد. بعد این آدمی که میبراید میگه که پیشوای میلاد ایتا اوتا. تو پیشوای میلاد میگوی چی با تو ای رحمانوف طرفداری میکنی. رو تا ایشان بته. کامیراشون روتون ایشان بتین که ما زنانی باشیم فقط بدانیم که همی شما در مقابل کی گپ میزنید. ما به خود نفهمیم همکاری چی اپوزیسیون. مادر عزیز بگو که ما بدانیم که شما لباس مردی داشتین نه اینکه رنگ ما لباس داشتین. به خدا نمی زنکا ایا کلمتری ریستا و ایا کلم مردکای بیناموس 1000 بار به غیرتن. او رفراش برآمده میگوی که جا میدان ریپ برای چی نمی حکومت تاجیکستان اگر از ما در تلفن ما ببینه که ما شما را تماشا کردگیم ما را میبرن یا محکم میکنن یا اشتراک میکنن. این برنامه ما را از نتی همه تماشا میکده. برای چی او با چهره آشکار میبراین او در موج نبوده ببراین. بله مردم ده طبقه کرده یک رو در اجازه تا که ما را تماشا کنن ما را دیزلایک یا کامنتر زید ما گپ زنن. یک رو ده اجازه نیست که شما را چرا تماشا کردین. ما برای همون میگم که اگر از نمیره یک آدم دیگه ببراید یک گپ شون که بگه سراز او آدم میآوند ما دیگه 18 ساله نیستیم که ما نابالغ نیستیم که شما بریم به سر پدر و مادرای ما را بریم. شکرانه خدا ما 25 26 ساله ایم. اولش که شما حق ندارین که برین در بالای پدر و مادرای ما ظلم کنین. شما یک نمی حکومت شیطانی نمی حکومت برای نمی آدمای وایه یمی پلدار حکومت. خدایا فهمه روزه میگیرم من ده همه روزم دعا میکنم که پروردگار امی سال اخیران سالی باشه که امی رحمان افقتی 7 دختر دامادای به شمارش در سر قدرت های خدایا خداوندان اخیران سالش باشه ملیش نشهروندی تاجیکستان ما این نمودم که استفا به رحمانوف تشکر زیاد مادر عزیز برای سلامت باشین در امان خدا. اکا او خواب کردن اکا ایزد امان دم و بسوط عکس پیشکی گرفتگی هم که ما خواب میکنیم ای دم و کمه 10 سالش که بتین تو نمی وقتی که خداوند در بدنم جان داده ای حق خودم ای حق ایزد امان دفاع میکنم. اکا ایزد امان بگناه های شما خوینای ملت همه شما یا وطن فروشین. باقی در امان خدا برادرها همه کسا در ماه شریف رمضان دعا کنین که همین سال اخیران سالی باشه که همین رحمان افقتی علایلش در سر قدرت است. تشکر زیاد ایشالله دعا کردیست مادر عزیز راستی انا یک چیره عبدالله شما چهرهتون همه کشوین یا که نه یه آقای اشراف بگیم که فرمان دادگی هست طول روز بگیم که میپرین اینجا عبدالله اینا برای او اشون شده کامرا ماوی کام برادر هستم اشمادی من نفرهایی که پسی پرده هنیا مسکت دارن هم 2 دقیقه 3 دقیقه گپ زنن خوبه ایو که نفرهای ما داره که تماشا نمیکنن واقعا ما رو میترسن میبینن میرن اکاس تنه فوز میان قناتات پوش تیار شد 2 مینوت گپ بزن میپری انا خب کی بود دیجا برادر عزیز حسنی دین بفرما برادر عزیز فوز ما میان کاستانه فوز ما مسته اکاستانه فوز ما مسته مدیراتری خب برادر مدیراتر بفرما گفتانیم که امی تمام موجرو بخزن تاجیکستان بروان خب با چی گفتانی بدم فروم
بعضی‌ها میگن که امامعلی چی گناه داره در علاوه زدن او مردک اوز موسته که بله سوز نیسته در نظر موز کاروچی بعضی‌ها امامعلی گناهگار نمیدونن در همین قضیه که هم مردک چه دار میته قاطی گودک سانگش امامعلی 100% گناهگاره برای چی گناهگاره مثلا شما یک کارخانه دارین زیردستتون یک زیردست دیگه تون غم میته بعد ای عیب شما کی مثال خیلی آدم کار نگرفتگین یک از گر غم میته اینا خیلی امامعلی اینا خیلی گناهگاره که زیردستاش یک شهروند مثال غم میتن آدمای با عقل کار را بگیرد مردم خیلی غم نتن خرج به عقل را کار نگرفتگی فقط یک دیمش که امامعلی با 30 ساله پرزیدنت باید برای دفع شوه گم شوه همین تیلویی که باشه برای گم شوه بیزور شدگی مایمون همین گینی ددن یا کی باشه و باید برای پوسیده بود چیدگی بخت من امرا نگاه میکنم در نظرم که مردگی است پروست نمیارم هم جمعه مونانش با فکر مردگی آدم باید رنگ همون جسد لیلی خیال میکنی که آخه ماس شکلگی گردونده استانش او نه خیلی موصله دگی بخدو که من خیال میکنم که هم مردگی برای که 30 سال دادم پرزیدنت به پرریف کار کنه ممبر باید بمبره و 30 سال دوام نمیکنه به ارپوس کار کسته یا دولت تای دوره میکنه 30 سال باید بمبره و با فکر من مردگی همون پروست نمیارم میموننش میگه شما خورم بخدو ربی عجب نیست اخی سیتا یک کتاب نوشتم سیتا یک کتاب نوشتم با فکر من خیلی من فریب میکنن چه بگم نم مردگی پروست نمیارن میموننش دانش داگون ماتور پاتور زاگن که خیلی بجن با دانش خیال کنیم گاب زسته تمام مردگی با فکر من سوینیک وقت هم خیلی با فکر ما برای که قسول دادم ممبر بچه‌ما بچه‌یوشم او چینا میکنم وای 40 سالگی سر کرد نه 70 سالش دیسه ممبر با مردگی آدم پیامی سالانه شدیدگیه 3 ساعت راست مثل گپ میزنه پیامی سالانه شدیدگیه اوه هم تماشا کردم امجد خسته گام را درو گفت که 1 میلیون موجود در کار یافته مو وچکو که دیگه آدم ها رسیه نمیرانی خیلی راست دروغ هرچی گفت اما آدم بهشخی که میگن زپای میره با یه هفته نمیخیزه جوش وقت دولت با فکر من دیگر رو اداره کستن خب یک گلگاب دوست ای بوی نه چیا این زنکا میبرن گام میزنن کو معلومه بخش برادر ما بسیار برگشتم نه میبرن زنکای پیر گام میزنن اما را بپرسن که بچهای خودشون مردگی یگون بچهش مردگی دست کاریو که اون من دگون جو مردگی بچهش من یک درد فرزند هیچ میکنم میخزه برین عسکری برین نمی چی برین آرمیا برین ما برام با جوی شما هرچی بود مردم مازوق میکنه او خدا بزند ایلوی اون فرزنده که طوری همش بمبره بعد میفهمی دردی فرزنده لعنتی میبره با مر داد شما برادر مدیرت یعنی که اگه انسان میگن هیچ وقت مرگ نخواد برای انسان به هر حال فکری و از شاید جای نویلوج است جای مبلغ خطی میکنه جای برای اوخی اکا باخت میکنه اما سختی بادش نگی برادر اوخی نه نگاه که همی آدم نخواد همی درجه را بفهم و همی بره هم باشه همی زنگ نخواه خیلی بخیزی هم خیلی کنیته مثال خیلی یک دقیقه نه تو خیلی گاب نزنی زندگی منظرت ما خودت میخوام روسیه پاگوش شما خودش مو در گاسیسه درآمدگی نیستیم با پیش زاگی باشه اینجا هموطنای شما برادرای شما اینمی انسان ها جوان ها بگیم که 6 تا گاب زده ایستادن اگر اگون رستوران هتل یا که بگیم که مزه‌تون نباشه منظرت کم استراحت کنید بعد داخل میشه. خب برادر مدیرت تشکر زیاد برای خودت برای سخنات. اخیرا گپ ما بگم التماس اخیرا گپ ما بگم التماس اخیرا گپ ما امی اخیرا گپم با امی کی اون اکای کیرا ادوکات چی می ژورنالیست چی او را بود در روسیه دلش ویکن را می بارا با نزدیک کنم چی بود راهیم بود چی بود کارو نه غیر او یا دیگه است کو کریم جون یوروف او را دلش ویکن را می بارن تو جو می دونم شنویدگیم انا که با شورت قدرت فهم می بارن کارو چی ما هم وردا میگم که یگان کسا یوردام نکنن عزت اون یوردام کرد اون کسا پیش نخست یوردام نکنه موقع موجی تنگ شوه برون نماش توجیکستان برون اوجا دولنی بکنن اموالده پول بخیزد
چی شو نکنه وقت دو برادر هیچ که یوردام نکنم ما بخزا توجیکستان براوا ما مرد کامینا میرا بمب برام اونجا بستا او دایوسا کامینا میرا همو از پروست گفت ای پیش چون نخیزنم یوردام کردستم برای مردم برای اینا کرامت یوردام کرد رفت دیدن دونستان که نمی عقفات هم مهاجر نمیخیزه اینا ایزد یوردام کرد نمیخیزه همین کریم جان یورو و غیر همین انسانو همین با چی باید نمیره تکرار کردستن میدونه که نمیره برای فردا هیچ که نمیخیزه همین مجبورن یا یکم برنامه قطعی همی کار کردستن چی هستی اصلا که باید نمی کار کرده است ما راستی گپ فکر میکنم که همون معرکو خیلی کمتر دیشون مسوزا با مردم حسی ملی دارن خیلی ما هم حسی ملی داریم نه که خیلی نمیکنه ما بیشتر نه قسم گاستم اگر بود دلسوز هم بعد خدسوز میشوند اوه خیلی دلسوزی بعد خدسوزی میبرم آدم با فکر ما یوردام نکنن دلسوزشون میکنن نبرد چی میکنن بعدی میکنن این خوبی نیست این بعدی های همجا یوردامشون میکنن جمعه استان تشکر برادر